من تاجیکستان تو تاجیکستان ما تاجیکستان. ما رو تکلیف کردن به شهر گروزی به республикаи Чеченистон و ما با همراهی اعظم غفورов در مسکو збори همه طرفه از گوشتینگیری و بوکس و با محاربای تن به تن 3 وقت تیاری دیدیم و طول 1 ماه در شهر مسکو تیاری دیدیم و تیاری خوب دیدیم و من میخواهم گفتن که اعظم غفورов یکی از بهترین ورزشگری کلوب ما میباشد که خاراکتری مردکی، ناموسی توجیکی و پرچمبرداری عزیزی خلمان میباشد که با دل پر و نترسیده محاربه رو قبول کرد و راضی شد و ما رفتیم تیاری دیدیم. ما رو خوشو قبول کردند در شهر چچنستان. از بس که ما نماینده احمد در تاجیکستان می باشیم خوش مهمانداری کردن و خوش قبول کردن و امروز ما شکرانه این دولت رو باید کنیم که تنجی است، آبادی است و ورزشگران ما بیرون از دولت پرچم عزیزی خدا ما رو میبردارند. این برای ما یک باعث فخر هست. در آخر گفتنی هستم که به همه ورزشگران تاجیکستان و جوانان همیشه وطن دوست باشید و پرچم برداری تاجیکستان باشید.